غالب نهایی مسابقه فوتبال در لیگ امید میان نورسانی تا 14 ساله معین شد. قید کردن به مورد است که در مرحله انتخابی برای رخصت به لیگ پیشصف 60 دسته اشتراک نمود که 10 دسته بهترین مرحله انتخابی به لیگ نومبرده رخصت پیدا نمود. مسئولین ساحه ابراز می‌دارند که شماره دسته‌های اشتراکچی سال تا سال در لیگ امید بیشتر می‌شود. همین طریق در فینال مسابقه خطلون 2 با دوشنبه 1 دیدار نمود. یگانه گل تقدیر بازی را به سود دوشنبه 1 حل و فصل نمود. نووبسته از دقیقه‌های ایلوگی حساب بازی دیگر به تغییر باقی ماند. مصاحب ما عبدالله ساقیف دیرکتور لیگ فوتبال کودکان و نورسان ابراز داشت که برگزاری این چمپیونات یک نوع روحیه دادن به فوتبالبازان نورس و جلب آنها به میدان‌های سبز میباشد. مقصد لیگ امید در آن است که دسته‌هایی که یعنی رخصت نمیگیرند برای برآمدن به لیگ پیشصف، یعنی مرحله گویم انتخابی لیگ پیشصف شروع از ماه مارس یعنی شروع می‌گردد و دسته‌هایی که رخصت نمیگیرند یعنی 60 دسته شرکت ورزیده است در تمام مناطق کشور، 10 دسته آن رخصت میگیرند و 50 دسته دیگر باشد به حق اشتراک در یگان مسابقه میمونند. یعنی از همین حساب لیگ امید یعنی تشکیل کرده شده است که همین دسته هایی که یعنی رخصت نمیگیرند به لیگ پیشصف توانند در لیگ امید شرکت ورزند و دسته ها میتوانند یعنی بهترین بازیگران رو از این دسته هایی که یعنی در لیگ امید شرکت می‌ورزند در وقتی ترانسفری که در لیگ پیشصف پیش بینی شده است میتونند بهترین آنها رو یعنی درخواست ایلوگی به دسته های خود جلب کنند. مقام سوم را در این مسابقه خطلون 1 از آن خود کرد. زینه دوم باشد از خطلون 2 گشت و قهرمان مسابقه جمهوری لیگ امید در این موسم دوشنبه 1 گردید. بنا به گفته بازیگران دسته غالب آنها برای پیروز شدن در مرحله اساسی تیاری جدی دیدند و نتیجه زحمت‌هایشان امروز ثمر آورد. کمال‌زاده و ظریفه ما تمرین‌هایمان را خیلی هم بسیارتر کردیم و میخواستیم که جای اول را سزاوار گردیم و این طور هم شد. ما از پیش از مسابقه سر شدن ما تقریبا 5-6 ماه تیاری دیدیم که تا این جام را به دست آوریم و ما خیلی خرسند هستیم. من میرزا مدین‌زاده معاون باشم. ما در این مسابقه جای اول را سزاوار شده و این جام را به دست آوردیم. ما کوشش میکنیم که پرچم توریستان ما به هم بدیم و در مسابقه دیگر جای‌های اول را نمایان شویم. برگزاری چنین مسابقه ها یک رقابت سالم را میان دسته های فوتبال نورسان به میان میآورد. نورسان هنگام اشتراک در چنین چمپیونات ها انگیزه زیاد میگیرند که برای آینده فوتبال بسیار مهم ارزیابی می شود. در آخر به اشتراکیان دور فینالی مدال و افتخارنامه و جام لیگ امید در وضعیت تنتنوی تقدیم گردید.